تابستانی با آفتاب سوزان جایی در 80 کیلومتری شهر کرد هست که سرمای اون لرز رو به تن آدم میندازه. اینجا خیلی سرده، مثل کولر میمونه. اینجا بعد از کمی پیاده روی از کدوم مسیر باید بریم؟ گاهی به پشت سرت هم که نگاه کنی از طبیعت بکر شهرستان کوهرنگ لذت میبری. واقعا جای دیدنیه، واقعا جالبه. در آب هم که بیفتی جای هیچ ناراحتی نداره، اگرچه راه رفتن در آب به همین راحتی ها هم نیست. آب اینجا اینقدر خنکه شما فقط بتونی پا بزنی تو آب و بری، یعنی نمیتونی توش مکث کنی. اینجا یخچال طبیعی چهارمحال بختیاریه. واقعا بهشتی میگن اینجا کردین یک روز سرد تابستانی رو تجربه کنین، حتما به غار یخی سر بزنین.